قرطاق آمدیم سینه بداغ آمدیم از قرطاق آمدیم سینه بداغ آمدیم سینه بداغ چی باشده یار سراغ آمدیم سینه بداغ چی باشده یار سراغ آمده رفتیم بالای حصار دیدیم دختری بسیار رفتیم بالای حصار دیدیم دختری بسیار یک تا شمال شال داره خندت از آن دختر دار یک تا شمال شال داره خندت از آن دختر دار از قرطاق آمدیم سینه بداغ آمدیم از قرطاق آمدیم سینه بداغ آمدیم سینه بداغ چی باشده یار سراغ آمدیم سینه بداغ چی باشده یار سراغ آمده بیساری دختر چو گل بافته بمو چلکا گل بیساری دختر چو گل بافته بمو چلکا گل وقتا که باید بره کند زبانک چو بلبل وقتا که باید بره کند زبانک چو بلبل از قرطاق آمدیم سینه بداغ آمدیم از قرطاق آمدیم سینه بداغ آمدیم سینه بداغ چی باشده یار سراغ آمدیم سینه بداغ چی باشده یار سراغ آمدیم سینه بداغ چی باشده یار سراغ آمدیم با وجود آنه که این سرود مال منطقه ایسار است ولی برای تمام مردم تاجیک آشناست. این سرود رو ما بارها و بارها شنیدیم. نوبسته از منطقه ها این سرود برای همه ما آشناست و در همه جشن و مراسم ها این سرود رو ما از جانب هنرمندان گوناگون میشنویم. دوستان عزیز سلام، برنامه خاطره ها از منظورتان و عین حال مهمان نوبتی برنامه ما هستند عبیدالله کرامت همراه گروه مطربان. سلام. سلام علیکم. خوش آمدید به برنامه. تشکر. این سرودی فولکلوری که اجرا کردید تا جایی که ما میدونیم سرودهای فولکلوری تاریخ خیلی قدیمه دارند. مثلا یکی از قدیمترین ژانر موسیقی تاجیک هستند و سرودی از قرطاق نیز به خود تاریخ خاص دارد، پیدایش دارد. آهنگ قدیمه است و با چند نمود می‌سراییدن. اصلا از زمانهای قدیم سرودی جان عبدالله جان میگفتن یا شعر عبدالله جان میگفتن، یکی عبدالله جانی خاصه قیماقی گیریدی کاسه. بعد من در یک معرکه حضور داشتم، در آنجا استاد گلرفتار شهاب و اشتراک داشتن، اون کس با دوتار میخوندن. بعد همون کس همین سرود خوانده، از قره‌باغ آمدی، قرطاق نه قره‌باغ آمدی رو به تباه آمدی، گفته چون باغ آمدی. همین سرود خواندن، همین آهنگ قطعی آهنگ رو ما گرفتیم و در همان وقت در قصر فرهنگ جماعت دهات نوآباد فعالیت داشتیم. بعد همین سرود همراه کلکتیو هنرمندانمان سخنهایش رو دیگر کردیم، یعنی که از قرطاق آمدیم سینه بداغ آمدیم سینه بداغ چی باشد یار سراغ آمدیم. رفتیم بالای ایسار دیدیم دختری بسیار یک تاش روی مال شالدار قندت از آن دختردار. این مصرع ها رو از کتاب بیاض فولکلوری تاجیک گرفتیم. این معمول بود، یک آهنگ از خودش. رفتیم بالای حصار دیگر است، نه که ما در همین سرود در آوردیم، آهنگ رو ایجاد کردیم. پس از اون قسمت دومش باغدرای دیانگما بود، سلسله بود و این سرود رو همون سالها یک سرود گل کرد در بسیار محل یگان معرکه‌های وادی ایسار که به این سرود یعنی که گذرد. اولین سروده های ما بودن، اولین سروده های ما که 40 سال پیش بود، همون رو حاضر اجرا کردیم.
واقعا در خاطره ها این سرود بسیار خوب محفوظ است. در مخصوصا برای مردم حصار این سرود یک جایگاه خاص دارد، یک مقام منزلت خاص دارد. و سرودهای فولکلوری اصلا گروهی اجرا میشوند؟ سرودهای فولکلوری هم گروهی دارد، هم یکسرایی دارد، هم یعنی که به شکل اکاپلا به موسیقی هست. خب در ژانرهای فولکلوری خب شهدخوانی است، لحن‌هایش گوناگون است، موسیقی‌هایش، ضرب‌هایش گوناگون است. یعنی از بین خلق برآمدگی است، از دل خلق برآمدگی است. این یگان چی میگه روان هستند. همین خیلی همچون روان گویا که در مراسمی گویم، مراسمی توی‌های اجرا می‌شوند. وقتی که ما این سرود رو در تلویزیون سراییدیم، اون وقت یک تنها همون تلویزیون تاجیکستان بود، شبکه اول گویم. وقتی که سراییدیم، یک روز ما در قصر فرهنگ فعالیت داشتیم که استاد احمد جان محمدیف، استاد مرادبک نصرالدینов، نورعلی دادربekov، کریم نظرov، استاد سپان سعیدov آمدند به نزد ما. بعد از نام خب سلام استادی گرامی ما، استادی بزرگ ما ظفر ناظم را رساندند و گفتند که ما آمدیم که از شما همون سرودهای خلقی را برای انسامبل گنجینه گیریم. شما رضا هستید؟ ما گفتیم برای چی نه؟ ما رضا هستیم، آخه این سنت خلق است. مرحمت کدام سرود؟ بس سرودهای بسیار را اجرا کردیم. 6-7 سرود همان را گرفتن. از جمله از قرطاق آمدیم را که ما با اسباب‌های خلقی می سراییدیم. در همان وقت در گنجینه با یک دایره خالی سراییدن. این روز سپان سعید سرایید به حد با مهارت بلند سراییدن. پس از آن در چند جشن‌های نوروزی این را با شکل نو ما با زمانوی یعنی که تکمیل داده سراییدیم. سرود خلقی است، به دل خلق راه یافته است. وقتی که اولین مرتبه شما این سرود رو بگوییم ایجاد کردید و پیشکش شنونده گردانیدید، اون وقت در گروه کیها بودن؟ مثلا گروهی که شما این سرود رو اون وقت در گروه ما شادی تاشف، خب عبدالرحمن نوروف، عبدالعزیز قادیروف، صدرالدین عظیموف، همین هنرمندا بودن می نواختن. همین گونه هر منطقه به خود سرود خاصه خود رو دارد. مثلا مال یک منطقه باشد، غرب نیست همین گونه. یک سرود دیگر حالا ایجاد کرده ایم. من با اینم آهنگ قدیمه است. مثال در غرب من یک بدیهی که استاد ظفر ناظمov میخوندن، همون سبت بدهم سبک فالغر باشد، لنجک تگزم چه میوهی تر باشد. باز بانوی میخوندن که لنجک من اگز که مادرم میبینده، دستک مبگز که زیری آستین باشد. همین آهنگ دلچسب است، شیرین است، بزرگا خواندن، یعنی که از گذشتگان به ما میراث ماندن، شیرین است. و همین من گرفتم یک آهنگ دیگرم کرده که بودیم بیدای حالا شاگردان بسیار میسرایند، ولیکن باز یک آهنگ دیگه کردم که ای غرمه زیبی که هستون غرمه، ای بالای قرات گیناوی گرمه، ای غرمه یا زیبی که هستون غرمه، ای بالای قرات گیناوی گرمه. همین سرود برای تماشابینان به شکل پورش رو پیشنهاد سازیم و بعداً باز سوال‌ها در مورد این سرود براتون داریم. مایلش رحمت. غرمه زیبی که هستون غرمه، غرمه زیبی که هستون غرمه، بالای قراتگین آوی گرمه، بالای قراتگین آوی گرمه.
بالای کمرا دشتن دسته برگشیده بالای کمرا دشتن دسته برگشیده عشقی من یار غرمنده آوازشیده عشقی من یار غرمنده آوازشیده غرمه غرمه زیبی که هستون غرمه 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 زیبی که هستون غرمه بالای قراتگین آبی گرمه بالای قراتگین آبی گرمه بالای قراتگین گرفته جاله بالای قراتگین گرفته جاله گردی سر یارنده شکفته لاله گردی سر یارنده شکفته لاله غرمه غرمه زیبی که هستون غرمه 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 زیبی که هستون غرمه بالای قراتگین آبی گرمه بالای قراتگین آبی گرمه غرمه غرمه زیبی که هستون غرمه 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 یا زیبی که هستون غرمه بالای قراتگین آبی گرمه بالای قراتگین آبی گرمه саломат бошед. Ташаккури зиёд ва акнун бароямон бигӯед ки чигуна масалан ба ин оҳанг матни нав ворид кардед. Умуман тағйиротҳое ки дар ин оҳанг шумо ворид кардед. این سخنها من بسیار وقت همین گاه الهام می‌بیاد و همین رباعی‌ها می‌نویسم. اول بود ای بیدای در لویا و زر بیدای. این همین جمشید حلیموف در یک توی همین خیلی خواند شوخی کرده معشوقه قطیوهش بحثی معشوقه عاشق بخوان. همین دو مصرعش خواندگی بود. هم سخنها معقول شد. بعد من همین بیدای لبیا زر بیدای زلفکای یاری من مجنون بیدای. بعد ثبت کردیم. بعد همین سخن وقتی که همون آهنگی من میگم یارکی جون میگم غرمنده شیده بارون بیاده بچینم تارون این سرود نوشته بودم. بعد در گنجینه مانده بودیم هنرمندان سراییدن. همین غرمه زیبی که هستون غرمه وقتی که همین غرم رفته بودم این وای منظره های میبینید وای آبادی هم میبینید ها غرم حالا تماما دیگر شدگی ایخ ترقیات وای کوهستان هم میبینید وای قله های سفید برفپوش وای سبززار وای درخت های هم میبینید وای بیناهای هم میبینید یک کوهستان هم میدر و هیچ بهره دل کشاده میشود. بعد همونجا همین شعر نوشتم که همون غرمه زیبی که هستون غرمه بالای قراتگین آوی گرمه. یعنی سخنها آمد و همین در همین آهنگ موندیم. من حاضر سراییدم نکی ثبت هم نکردیم یکم بار خوانده ایستادیم. الهام از آهنگ استادان از سراییدن استادان و الهام متن باشد از دیدن منظره ها از شنیدن چند مصرعی که مال خلق است. آبادی وطن هستین. این بهاری ما خودش یک فیضبار است آخر. و ایجادکاران نیز پیوسته همین گونه کوشش میکنند که در سرودهای خود در نوشته های خود وصف ساخته باشند همین زیبایی ها رو همین آبادی و پیشرفت ها رو. و در ادامه یک سرود دیگر داریم. سرود رو پیشنهاد میسازیم. سرود مورگی است. راستیگه درباره سرودهای مورگی این اصلا گویم بسیارتر سالهای پیش در بخارا سراییده میشدن تا ما هم رسیده آمدن.
از زمانهای قدیم رسیده آمدن. مثلا پروفسور نظام نورجانوف یک کتاب دارد با نام مورگی. این آمیخته شوی شیوه ایران و بخارا را مورگی نامیدن. بنابر همین بعضی وقت کشیشایی که در سرودهای مورگی میخوانند با لحنهای ایرانی همراه میکنند. مخصوصا من با بسیار هنرمندان مورگی خان دولتی به ما دوست و همسایه ازبکستان دوست هستیم، همکاری داریم. مخصوصا با استاد نشان تمرادوف، اولمسیان رستموف و بسیار هنرمندان دیگر. فولکلوری تاجیک هستیم. در ژانر موسیقی همین مورگی سرایی این در فولکلوری تاجیک وارد شده است. با یک شکل‌های به خود خاص می‌خواندند. سال‌های پیش اگر تاریخ را بنگریم تنها با دایره می‌سراییدند. با دایره ها، با 3-4 دایره هم بانوها می‌سراییدند، هم آوازهای مردانه می‌سراییدند. و یک گروه مورگی خانی ها آمده بودند تنها با دایره هنرنمایی کردند، برنامه کردند. انکون زمان پیشرفتی زمان قطعی، پیشرفتی زمان یعنی که ترقیات زمان قطعی، همین مورگی خانی با اسباب های موسیقی شد، یعنی با شکل های نو به نو حالا آن را سراییده ایستادند. بسیار آهنگ های مورگی خودم ایجاد کردم. ایجاد خودتان است این آهنگ؟ اینم ایجاد خودم است. یکی شهد است. شهدی که می سرایم از کتابی استاد نظام نورجانوف است. لیکن وقتی که روان میخوانم بیا رویم سیر بخارای شهر قدیمی روی دنیای، این است ایجاد خودمان است. آهنگم گویا از خودمان است. این رو وقتی که اومده بودن مهمان ها من سراییده بودم، آنها از من این آهنگ رو خواهش کردن، من داده بودم، لیکن با شکل خلقی بود. اکنون همین ما کردکار کردیم با زمانوی، با شکل زمانوی، یعنی که سینتز. آخر سند سرحد ندارد. بله درست. همون سینتز کردیم، یعنی که حاضر من همون سروده با شکل نو برای تماشابینان میسرایم. مرحمت. هجان محبوبم مطلوبم هی هی اسیرت من به یادم آمده دلبر دلم 100 باره میگرده به یادم آمده دلبر دلم 100 باره میگرده دوای درد دل بوسه از لب شاره میگرده هی هی عجب روی عجب موی عجب یک یاری خوش روی به پیشی حسنی رویش به پیشی حسنی رویش ماه نو سیاره میگردد
به پیش حسن رویش ماه نو سیاره می گردد. بیا روم سیر بخارای شهر قدیمی روی دنیای، بیا روم سیر بخارای شهر قدیمی روی دنیای. ستاره ماه خاصه زیبی بخارا باشه، ستاره ماه خاصه زیبی بخارا باشه، دخترکای بخارا سرمه کشیده باشه، دخترکای بخارا سرمه کشیده باشه. بیا روم سیر بخارای شهر قدیمی روی دنیای، بیا روم سیر بخارای شهر قدیمی روی دنیای. لب هم شارمنا در بخارای، در بخارای، لبی هم شارمنا در بخارای، در بخارای، نازک ادا چشم آخمار دلبر مایه، دلبر مایه، نازک ادا چشم آخمار دلبر مایه، دلبر مایه. یا روم سیر بخارای شهر قدیمی روی دنیای، یا روم سیر بخارای شهر قدیمی روی دنیای، یا روم سیر بخارای شهر قدیمی روی دنیای. پیدایش سرودهای مورگی رو به آخرهای عصر 19 مربوط می‌دانند و تا جای اطلاع داریم بعضی از بسته‌کاران کلاسیکی ما آهنگ‌های مورگی رو به شش مقام، به ترانه‌های شش مقام نیز وارد کردند. انسامبل شش مقام حالا بسیارشان مورگی میخوانند، برای که این سالهای پیش 2 سلسله در بخش رادیوی تاجیک ثبت کرده بودم آهنگ‌های مورگی. حالا با نوهایش رو ایجاد کردیم که من وای دلک من شما به دلک شما کجا به بیا سنم میروه می تماشا بخارا به خیلی بودی ها که انا با بخارای بادام بادام و بادامش کنی کنی کدامش همون شیرین زبانش همون مرچ میان. خب در همین درازش بود. این آهنگای راستی که خودم ایجاد کردم به شکل مورگی، همون ضرب مورگی قطعی. وقتی که بابام نشالا میپختند خانه با نشالا میپختند، من بابام به یاردم میکردم سرود خانه. بابام همون از همون گنجکشی کاگان که بودن میسراییدن همون سرودهای سالهای پیش، همون سرگرده دکاش گردی سرگرده دکاش دایره خطی که میسراییدم همش از همون وای گرفتم، از بابایم گرفتم و بسیارش رو از انستیتوتی زبانهای، یعنی از اکادمی خب انستیتوت زبانهای به نام استاد ابابلا رودکی از بایگانیش 1 مصرع 2 مصرع گرفتم و همونها رو تکمیل داده ایستادم. حالا هم به هنرمندانی که در انسامبل های فولکلوری کار میکنن، یعنی که به خواندن سرودهای فولکلوری شوق و رغبت دارن، توصیه میدیم که به انستیتوت
به نام استاد ابو عبدالله رودکی روند. در بایگانی آنجا هم با ثبت آواز و هم کتاب ها محفوظ هستند و موادهای بسیار میابند و آنها میتوانند با سرودهای نو به نو ایجاد نمایند. سرودهای مورگی مثلا خود شما که گفتید یک چند سلسله های مورگی دارید، معمولا با رقص های مخصوص این سرودها اجرا میکردن، همین گونه است؟ البته رقص های به خود خاص دارد مورگی. رقص قلف دارد، رقص گردن دارد، رقص آستین دارد، چرخ میان دارد. خب اگه مردهایش باشد یعنی که همون لپرها با یک رقص های حجوی مردانه، شوخی مردانه که اجرا میکنن، همین ها حاضر در ما هستن. من در ناحیه شهر نو من عبدالصمد قرائف است، خب عبدالستار اکا هستن، در حصار گروه بابا جان ها هست. بله آنها هم بسیار بعضی حرکت های ویاشون که هست به مورگی مانند است. عموما گویم مورگی خانی گم نشده است. برعکس من بینید نگینه امان و چقدر رو سرایدن، نگاره خالو ببینید چقدر شیرین سرایدن و باور کنید بهترین آواز، بهترین کشش های همون ایران و تاجیکی رو همون نگاره خالو در آورد همونجا. دلنازه کریم و سرایدن. من جوان ها حاضر در کنسرواتوار سرایده ایستادن سرودهای مورگی را. من به حد خرسندم که جوانان ما یعنی که به سرایدن سرودهای مورگی ذوق دارن. بله، به سرایدن سرودهایی که تاریخ قدیمه دارند از گذشتگان ما تا امروز آمده رسیدن. و در آخری برنامه یک سرود دیگر برای منطقه کلوب داریم. این سرود خلقی است. سرود خلقی است که همون یعنی که با یک ضرب شوخ اجرا می شود، یعنی که با افر. همین ضرب افر حاضر بینید که در تمام آسیای میانه معمول شد. همین ضرب افر رو پیش بعضی یعنی فارسی زبان ها نمی سرایدن، حاضر همشون سرایده ایستادن، آهنگ ایجاد کرده ایستادن. ضرب شیرین که هست چی میگه؟ همین ضرب خودش هم شیرین، همین ناله های غیژک و نی هم شیرین است. این اسباب های قدیمه ما هستند، غیژک، نی، دنبره، دوتار. خب همین سرود رو در هوای سرودهای آهنگ های خلقی ایجاد کردیم، در هوای آهنگ های خلقی. شمال داره دختر خیال داره، کلوب شمال داره دختر خیال داره، کلوب شمال داره دختر خیال داره، کلوب شمال داره دختر خیال داره، دختر خیال داره اسن جمال داره، کلوب شمال داره دختر خیال داره، دختر خیال داره اسن جمال داره، کلوب شمال داره دختر خیال داره. همسد قشبم ستاره گل داره، دختری سبزی نیرو مال داره، رو مال داره بسر نبور کاراره، خودش رفته غم و شداده ماره، کلوب شمال داره دختر خیال داره، 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 دختر خیال داره حسن جمال داره، کلوب شمال داره دختر خیال داره، دختر خیال داره حسن جمال داره.
چشمان تو بر را میمانم هرویت گلی شرم زده را میمانم در این جوانی نظر بر ما کن دنیا گذران است همین میماند گلاب شمال دارد اختر خیال دارد 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 اختر خیال دارد حسن جمال دارد گلاب شمال دارد اختر خیال دارد اختر خیال دارد حسن جمال دارد گلاب شمال دارد اختر خیال دارد گلاب شمال دارد اختر خیال دارد چقدر شنیدن این سرودها برامون نزدیک است، چقدر شنیدنشون حالمون رو خوب میکند و به اختیار تبسم رو به لبانمون میارد. همین است که میگویند سرودهای خلقی یعنی مال خلق. و دوستان عزیز، ما به فرجام برنامه امروزه خاطره ها رسیدیم. امروز در برنامه ما رو همراهی کردن عبیدالله کرامت همراه یک گروه مطربان و سرودهای خلقی رو براتون پیشنهاد ساختیم. دوستان عزیز، چون گفتیم که شنیدن این سرودها برامون خوشحالی میبخشد، باشد که شما همیشه خوشحال باشید، همیشه شاد باشید و با همین تا دیدار بعدی خیر.